در 6 ماه سال جاری بر اثر آمدن باران‌های سیل در منطقه‌های تاجیکستان به منزل‌های استقامتی، اینفراساختار و بخش کشاورزی ضرری جدی رسیده است. در این باره ضمن نشست خبری راهبریت کمیته حالت‌های فوق‌العاده و مدافع گراجدانی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان اطلاع دادند. در 6 ماه یکم سال 2026 در قلمرو جمهوری 741 حادثه و حالت‌های فوق‌العاده دارای خصوصیت طبیعی به قید گرفته شد که نسبت به همین دوره سال 2025 519 حالت زیاد میباشد. در این خصوص امروز ضمن نشست مطبوعاتی رئیس کمیته حالت‌های فوق‌العاده و مدافع گراجدانی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان گنرال полковник раҷабалӣ раҳмоналӣ و خبرنگاران اطلاع داد. در ولایت مختار کوهی بدخشان حجم ضرر 4 میلیون و 80 هزار سومانی یا 7.7% و در منطقه رشت 1 میلیون و 404 هزار سومانی یا 2.7% را تشکیل می‌دهد. معلومات داده شد که از این شماره 123 حادثه را سیل، 508 حالت را فرآمدن ترما، 27 حالت را سنگریزی، 26 حالت را زمین لرزه، 27 حالت را شمال سخت، 10 حالت را یرچ، 11 حالت را بارش شدید باران، 4 حالت را بالوروی سطح آب، 4 حالت را بارش زیاد برف و 1 حالت را رعد و برق تشکیل داده است. ابراز گردید که از شماره عمومی حالت‌های فوق‌العاده دارای خصوصیت طبیعی در 28 حالت به اقتصادیات شهر و ناحیه‌ها به مبلغ 52 میلیون و 827 هزار سومانی ضرر رسیده است. در نتیجه آفت‌های طبیعی 12 نفر به هلاکت رسیده است که نسبت به 6 ماه سال 2025 6 نفر زیاد میباشد. طبق اطلاع منبع واحدهای نجات‌دهی کمیته 686 برآمد فوری عملیاتی انجام داده 47 شهروند را نجات دادند. همزمان ضمن کارهای نجات‌دهی 60 نفر از منطقه‌های خطرناک به جایهای بی‌خوف کوچانیده شدند. با گفته مسئولان آفت‌های طبیعی تنها به منزل‌های استقامتی محدود نشده و بخش‌های گوناگون اقتصادیات نیز ضرری جدی رسانده است. از جمله سیل و یرچ‌ها بر راه‌های ماشینگرد، پل‌ها، شبکه‌های ارتباطی، زمین‌های کشاورزی، انشاءات آبیاری و دیگر объект‌های مهم انفراستруктуری خسارات وارد کردند. طبق معلومات پیشنهاد شده تنها به ساحه کشاورزی کشور بر اثر آفت‌های طبیعی 11 میلیون و 737 هزار سومانی ضرر مادی رسیده است. این ضرر اساساً از خراب گردیدن زمین‌های کشاورزی، از بین رفتن حاصل و ویران شدن شبکه‌های آبیاری و دیگر انشاءات ساحه به وجود آمده است. علاوه بر این ده‌ها انشاءات یاریرسان، مؤسسه‌های تعلیمی، نقطه‌های خدمت‌رسانی و یک قطار پل‌ها نیز آسیب دیدند. عین زمان با جلب تکنیک‌های مخصوص متخصصان و ساختارهای داخلدار کارهای برقرارسازی در منطقه‌های ضرردیده ادامه داشته برای هر چه زودتر برقرار نمودن حرکت نقلیات و فعالیت مقرره انفراستруктур تدبیرهای ضروری عملی کرده می‌شوند. با اطلاع مسئولان کمیته از لحظه‌های اول رخ دادن آفت‌های طبیعی به اهالی ضرردیده کمک‌های فوری رسانیده شده است. از جمله به عائله‌های آسیب دیده مواد غذایی، مسائل ساختمانی، خیمه‌ها، جهاز روزگار و دیگر لوازمات ضروری دسترس گردیده برای برقرار نمودن شرایط زندگی آنها چاره‌های مشخص اندیشیده می‌شوند. مسئولان کمیته حالت‌های فوق‌العاده و مدافع گراجدانی تاکید نمودند که کارهای برطرف‌سازی عاقبت‌های آفت طبیعی، ارزیابی حجم ضرر و برقرارسازی منزل‌های استقامتی، راه‌ها، پل‌ها و دیگر انشاءات مهم اجتماعی تحت نظارت دائمی حکومت جمهوری تاجیکستان قرار داشته تا پورا برقرار گردیدن شرایط مقرره زندگی اهالی ادامه خواهند یافت.